رادیوی مهاجر خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر پخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر تلفن برای تماس 8965 151 0410. رادیوی مهاجر بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر ما را میشنوند. رادیوی مهاجر بگذار تا بگویم. برنامه مهمانی فراخوانده. به وطن نیست غریبی که کند یادی وطن، در وطن بوده بی یادی وطن به وطن است. درود و سلام به همه شما شنوندگان و بینندگان رادیوی مهاجر. سلام و پیغام خود رو از شهر مسکو با همه شما میرسونیم و برنامه در مهمانی برنامه ایرکین جون رو دعوت کردیم و نگفته نموند که ایرکین جون اولین شخصی که در تاریخ رادیو میموند. خوش آمدید ایرکین جون. سلام باشید. سلام و درود به شنوندگان رادیوی مهاجر. صحبت داریم با مهمان برنامه علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، سالیستی آوازخوانی انسامبل گلشن ایرکین جون اودینایف. خوش آمدید به برنامه رادیوی مهاجر محترم ایرکین جون اودینایف. سلام باشید. میخواستیم درباره ایجادیات خود کمی با ما شرح بدید. چی نقش دارید در این شهر مسکو؟ اولین بار دومی تاجیک رو سلام گرم جوشانی خود رو میرسونم. همیشه خانه‌شون آباد باشد، تنهاشون صحت باشد و اینچنین رادیوی مهاجر رو هم تبریک میکنم به اقدام نیک و قدم‌های اولین. تشکر. راستی گفته یک هفته میشود سفری هنری ما با فدراسیون روسیه است. ما هر سال 3 مرتبه با تکلیف مردمی فرهنگ دوست صنعت تاجیک سفر میکنیم با فدراسیون روسیه. و امروز با تکلیف شما اکوی بزرگ امروز با درگاه شما آمدیم. یک بار دیگر تبریک و تهنیت میگویم رادیوی مهاجر رو و میخواهم که همه مخلصان رادیوی مهاجر صفحشون زیاد گردد. تشکر. خب اصلا که رادیوی مهاجر است، شما مهاجر رو چه دیدن میخواهید؟ هر باری که ما با فدراسیون روسیه با سفری هنری میبینیم مهاجران رو راستی گپ همگام سردی مادر رو میخونید، مثال گریه اونها رو میبینم، سردی خواهر میخونی، گریه های اونها رو میبینم، در واسه پدر میخونی، در واسه وطن میخونی، اشک اونها رو میبینم. راستی گپ با وجود اون میگویم که ان شاء الله تاجیکستان ما هم زیبا شده است، آباد شده است. اما باز اون افرادی که هستند در مهاجرت با نزد پدر و مادر و فرزندانشون باز سلامت برگردند. تشکر. سرودی بهترین شما که خود پیوسته میخواهید تکرار به تکرار پیشنهاد شنوندگان کنید. سرودی بهترین من سرودی مادر بود. سرودی مادر بود که مردم مرا با همین سرود شناختند، چون که مادر این هستی ما هست، مادر این گوهری نایاب هست. سرودی مادر است. تشکر. من بیاد بچه که شوخا کنم. ما برای پیشتر در رادیوی مهاجر برای بسیار دوست می‌داشتم و سوالای شوخ هم میتونم نیم شوخی و نیم جدی. خیلی بدترین شما چیست که شما دا معقول نیست من فیلاد؟ خیلی بدترین ها؟ شما دا معقول نیست، دیگر دا معقول نیست. با هر حال من این جواب رو باید با شما میگویم. سوال عجیب. خیلی بدترین؟ بله. هر شخصیت البته خودش رو خیلی خوبترش رو میدونه، تعریفیش رو میدونه. خیلی بدترین شما چیست؟ خیلی که معقول نیست شما دا. اگر جواب داشته باشید من هم نداشته باشید من میدونم خیلی بدترین شما. برای چی؟ با فکرم خیلی بدترین ندارم. ندارید. شما خیلی بدترین دارید، خیلی سوده اید، بینیت فوکسورید. مثلا ما شما رو فکر کردیم که شما بیاید برای رادیوی مهاجر ما شما رو $1000 میتیم میگونید که نه یکه در کار نیست. اگر ما هم $1000 نداشتیم شما رو فکر کنیم شما هم سوده وار کنید بخشیدین $1000
و هر حال من جواب می‌گفتم یکی میومدیم اینجا مجرد همین میگفتیم کی در رسول نداره که جا مجرد اما خیلی مجرد کی در میکنه این البته شوخی بود. با کدوم آهنگساز همکاری دارید؟ با آهنگساز استاد عبیدالله کرامت همکاری دارم، با ذکری الله حکیمов همکاری دارم، با بختیاری بیگیجانی همکاری دارم و بسیاری آهنگایی که در وصف پدر مادر دوستی میخونم از اجادت خودم هست. بسیار خوب. و پیروی با استاد زنده‌یاد استاد اسپانی سعید دارم. بهترین. خوب ما بسیار سورت‌های شما رو دیدیم و هر کس هر سور معقول است. من میدونم و سوری که بهترین شما حوالی پدر بوی مادر میکند. من میدونم این سوری از چی باشد یا از سببی یک نه تمام روزگاری مالی از دیگر ها بخصوصا در مورد تاریخ همین سرود پیدا شوی همین سرود نمیزن. پیدا شوی این سرود از استاد عبیدالله کرامت است. آهنگی استاد عبیدالله کرامت است و به فکرم سخناش هم خودی اکی عبیدالله نستگی هستند. وقتی که ما در یک جماعت نشسته بودیم اکی عبیدالله همین سرود را زمزمه کردن. همین سرود خیلی با من معقول اومد، پسند اومد، هم آهنگ هم سخنای خوب بود. بعد گفتم استاد همین آهنگ من بتید من میسرایم. بعد استاد گفتن که راستی گپ من از پیش کنسرت داشتم، بعد از کنسرت گفتن ارکین جان مرحمت همین سرودی من گیر خواه. من خیلی خوش شدم که این سرود خیلی پسندی مردم اومد، بسیاری ها نصب قبول کردن. اگر خواهید با طرز زنده خونده میتونم. البته بهترین میشه. حولی پدر بوی مادر میکند، یادی خواهر هم برادر میکند. حولی پدر بوی مادر میکند، یادی خواهر هم برادر میکند. دختری هم سایه و کاکل دراز، کو زبردست ایشوه ها میکرد بناز. دختری هم سایه و کاکل دراز، کو زبردست ایشوه ها میکرد بناز. حولی پدر بوی مادر میکند، یادی خواهر هم برادر میکند. شیر میجو شید مادر هر سر، میوه های شیرینی باغی پدر. لذتش از دهانی من نرفت، لیک دوستان کودکی من بیرفت. لذتش از دهانی من نرفت، لیک دوستان کودکی من بیرفت. حولی پدر بوی مادر میکند، یادی خواهر هم برادر میکند. شکر گویم ای خدا جان عمر بخشیدی به من. شکر گویم ای خدا جان عمر بخشیدی به من. شکری مادر شکری پدر، آب و خاکی این وطن. شکری مادر شکری دادر، آب و خاکی این وطن. احسن. بهترین. زنده باشه. تشکر زیاد شنوندگان رادیو مهاجر. حاضر یک سرود در اجرای اکینجان و شروع شما میبینیم و با ما باشید. رادیو مهاجر همیشه با شماست و ما در هر کنج و کناری که نباشید ما شما رو دوست میداریم و همیشه در خدمت شما هستیم. مهاجران عزیز،
مرگش در سری خبرش گریست تنها چیستون از قفای تابوتش صداد گفت تنها چیستون از قفای تابوتش صداد گفت تنها چیستون حالت کی زنده بود قدرش نکردی ناخلف سنگی به جان در سری گورش گذاشت تنها چیستون سنگی به جان در سری گورش گذاشت تنها چیستون این زمان بالای خاکش هانی ها دنها چیستون دست به سوی آن خدا بردار عمرت زاره کن
از قفایی تا به تش صدا گفت تنها چی سود صدا گفت تنها چی سود صدا گفت تنها چی سود эркинҷон бигӯяд ки дар оянда чӣ нақшаҳо барои рушди санъати тоҷик доред? дар оянда ҳама хеле нияте дорем ки боз оҳангҳои нав боз сурдҳои нав барои мухлисони худ пешниҳод кунам. беҳтарин. خب гап дар бораи оҳанг рафт ине ки ман хурдсол будам дар амо муаллими мусиқиро насамед дуруг намегӯ дарси мусиқӣ мегузаштем физика ман як чиза намедонам дар математика ман хуб бом беқиқа таъриф кунам дар математика хуб ва адабиёт хуб бом аммо дафтаре ки оҳанге ки ҳаст нота шумо метавонед ки амро камтар барои мо шаҳр медодед барое ки ман боварӣ дорам бисёри шунавандаҳои мо ҳамин ранги мавори аммо нотара намефаҳманд аммо чиян ранги дитторуш меган ё хати рустш меган рости гап аки ҷониҷон вақто ки ман синфи як будам маро бурда ба мактаби мусиқӣ ба ихтисоси хиҷак русикати скрипка мешавад тоҷико хиҷак мондам баъд муаллим омад ба ман ҳамон гуфта шумо ҳамон дафтари нотия дод якта эмблем кушид калиди солаш фақат медонам халос ҳамон доре мифа солия сидо ҳамихел нависид номи асар ё киштичаи ман буд ё пахта буд мумкин пахта буд баъд як бор ҳамо ғиҷака гирифт устод навохт навохт ростига ман аз рӯи навохтани ҳамон устод слух аз рӯи слух ман қапидам гирифтам дуздидам навохтам муаллим мана 5 мон ман рафтам баъд гуфт ки нотия тайёр кардем гуфтам ҳа тайёр кардам баъд пешам мемондам неки намефаҳмидам ки ман ҳамонҷо чӣ навистагӣ аст худам ҳам аз рӯи слух ҳам устод як бор менавохтам як бор ҳам гӯш мекардам навохтани он киса ман обрат намегирифтам менавохтам медодам баъд чуни баъде ки мо сифи 1 2 3 4 шудем аз ман нота пурсидан ман гуфтам устод гуфтам рости гап баъд гуфтан ки лияи қаб нотаи лияро қаб маку ман намедонам лияш дар куҷоя гуфтам муаллим лия дар куҷо баъд 4 сол чӣ хонди гуфтам муаллимҷон гуфтам ҳамон чӣ ки шумо менавохтед ман ҳамин хел менавохтам медодам ҳамон чӣ фаҳмиде бале ман ҳам сарфам намедам то ҳозир ростига яъне шумо як чизе ки худо дод бисёри шӯирон ман медонам ки шӯирон вазни шеъру қофияи шеърро медонам ва шеър менависонам пас шумо истеъдоди худодод доред ки ҳамиро шумо хонда метавонед ва ҳатто ман дар як муслим агамаев як барномаашро тамошо кардам ва чанд сабун месонидам он сабунҳоро медонистам ин ҳам як истеъдоди худодост аст албатта эркинҷон бигӯяд ки дар бораи ҳаёти шахсиятон ба шунавандагони радиои муҳоҷир чӣ гуфта метавонед? дар бораи ҳаёти шахсиям ман шукри худо оиладор ҳастам соҳиби 4 кӯдак ҳастам беҳтарин 2 писар 2 духтар фарзандонам соҳробу субҳон касби маро пеша кардагӣ ҳастанд ҳам овози зебо дорам бисёр хуб ҳозир субҳонҷон бошад дар мактаби интернати зиёдулло шаҳидӣ мехонад бо ихтисоси фортепианино мехонад чикар ки навақти ҷонӣ гуфтанд баъд ман субҳонҷон ба гуфтам ки субҳонҷон ҳамон вақт ман ҳамин нотая азиёд кардагӣ набудам он коре ки ман накардам ту иҷро кун ҳозир шукри худо ки субҳонҷон ҳам ҳамон чикаре ки акаи ҷонӣ гуфтанд ҳам ҳамон нотая медонам лиягум лия медиқад сигум сия медиқад беҳтарин мероси падархоҳӣ касби падаромӯз беҳтарин аст хуб мегзарем ба қисми шумо ман дар фейсбук дар саҳифаи шумо дидестам ва албатта мухлисӣ мекунам
یک هفته با فکرم سوید است شما در روسیه هستید. بله. و هنگامی که شما در هستید بیشتر کدام سرود باید شما میزنم؟ تایی 4-5 روز شد ما در وطن دور هستیم. راستی گپ یک سرود به نام یک دسته گل زی تاجیکستان مایه دور از وطن جدا زیاران مایه هر شام و سحر در دلی ما یادی وطن بیرون زی وطن دو دیده گریان مایه بیرون زی وطن دو دیده گریان مایه. راستی که وطن یاد کردم کودکام یاد کردم و چی کودک در یک هفته خب هرچ مامدیست از سببی که گلدسته هم گفت در برای اویله و اویله دوری رفت ما رادیوی مهاجر پیش از اونه که در این رادیو شده از نام ایرکین جون کسی که با مادر خود اولین بار تبریکات خود رو روان میکنند ما یک دسته دوری توفه به پول از همین جور سنگ زنند مادرش رو تبریک کنند یک دسته گلی توفه ما بعد از نام ایرکین جون روان میکنیم. ایرکین جون رو خبردوز کردیم. باز به یعنی با پای قدم ایرکین جون با همه شما شنوندگان ما اعلام میکنیم که ما دکان گلفروشی خود رو هم در دوشنبه داریم. شخصانی که با مادران خود تبریکات ما رو با طریق رادیو مهاجر میکنن 50% ارزان کرده میشود. با اویله های خود که اگر بسیار دوست دارن 20% ما ارزان میکنیم و حتما روان میکنیم و البته با نوکی نواری ما نشر میکنیم که شما میتوانید هم با صدای رادیو مهاجر باشید هم با گلدسته‌های رادیو مهاجر باشید. با ما باشید. ما شما رو دوست می‌داریم. ما جون عزیز با رادیو مهاجر هستیم و با گفتن اومد که در میمونی ما ایرکین جون لایف هستن و به نهایت شخصی خوبسور هستن چون که من در بلوغ قید کردم و تشکر زیاد که گپی ما رو نمیگفتید و در برنامه ما تشریف آوردید. خوب می‌گذاریم باز با یک سرودی ایرکین جون باز صحبت رو دوام می‌دیم. ما شما رو دوست می‌داریم. رادیو مهاجر با ما باشید. صدای رادیو مهاجر قلب شماست و بگذار تا بگویم. برادر خاکی پای توتیایم چو خورشید و چو ماه هستی برایم برادر خاکی پای توتیایم چو خورشید و چو ماه هستی برایم برای لفظ شیرین و کلامت همه هستی خود هدیه نمایم برای لفظ شیرین و کلامت همه هستی خود هدیه نمایم برادر
یک مادر زیاد جای و جلاله و در مادر بابا مهر هدیه کردم من تو پاره‌ای نانی حلاله و در مادر بابا مهر هدیه من تو پاره‌ای نانی حلاله برادر 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 نصیحت های تو گیرم و جانم تو هستی هم جگر جان و جهانم و تو عمری دراز خواهم شب و روز کشاده در نماز دستی درود سلام به هر شما شنوندگان عزیز یک بار دیگر ببینید نداریم که در موج اینترنتی با ما هستید و ما همیشه در خدمت شما هستیم. رادیو موجی طول 24 ساعت در خدمت شماست موجود و ما شما را دوست می‌داریم. چی صدای شما در امریکا، چی صدای ما در امریکا و چی صدای ما در استرالیا، چی صدای ما در افغانستان و چی صدای ما در یمن و چی صدای ما در تمام کلی روی دنیایی که توجیکانی که این ساعت رو گوش میکنن و این ساعت با ما هستن و این ساعت با آواز وطن هستن. رادیو موجود رادیو آزاد و برای شماست. بنویسید و ما انتظاری نامه‌های شما هستیم. شما ما رو میتونید در شبکه‌های یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و одноклассник پیگیری کنید. اینچنین در ایمو و واتساپ سوال‌های خود رو روان کنید. رادیو ما در اندروید و آیفون های شما در تمام کنج دنیایی که شما هستید، در کجایی که با موج اینترنتی هستید پیوست هستید، فقط شما میتوانید در پلی مارکت یا اپ استوری که در آیفون دارید رادیو مخوجی نویسید و برنامه‌سازی کنید و با صدای ما باشید. خب در میمونی ما امروز ارکین جان دینای اشتراک دارم. خوش آمدید یک بار دیگر ارکین جان.
به نهایت انسان خوب هستند. یکی جور دیدنه که یک بار برای گفتار ما برای تکلیف ما راضی شدم. هرچند که من بسیار با حافظه من همکاری دارم، با اونها می نویسم در صحبتم در سایت های اینترنتی و بسیار استادان صنعتی رو دیدم که بسیار خوکسورم و جواب میگویند و اینجور هم بهترین اینسونی که تکلیفی ما پرتیرو و با ما هستن امروز. خب ما در آینده البته وعده میکنیم شنوندگان عزیز که یک دوره رادیوی خود رو کشیدیم و برای کشیده شوی رادیوی خود با اولین حافظی که ما تکلیف کردیم یکی جون بود و این در تاریخ رادیوی ما میموند و نخواستیم که افیری مستقل کنیم و حتما در آینده برای که ما تیار نبودیم و رادیوی مهاجر با هر روز اولی که برنامه‌اش بود کم بود شاید شنونده داشته باشد و در آینده حتما اینی که ما با تیاری خوب و اکینجون رو دعوت میکنیم و شما سوالهای خود رو با شما میکنیم. اینجا من از شما یک خواهش دارم. این روز که بهترین روزی شده شوی رادیوی ما از شما اولین مهمون ما هستید و میخواستم تمنیاتی شما درباره رادیوی مهاجر و مهاجران باشد. چگونه در آینده رادیوی مهاجر رو دیدن میخواهید و فکری ما هر یک فکری شنونده رو برای رنگین کردن رادیو مصلحت‌های اونها رو میگه و میخواستم مصلحت‌های شما رو در نسبت رادیوی مهاجر میشنیدم. اکی جونی جون چل که از اول گفتم یک بار دیگر مبارکباد میگم رادیوی مهاجر رو برای شده شویش. آرزو دارم که رادیوی مهاجر یکی از رادیوهای بهترین باشد. برنامه‌های خیلی که من از برنامه کردم صحبت‌های خوب کردیم با از این هم صحبت‌های خوب شود و آن مشتریایی که مثلا طلب میکنن که مثلا سرودی از احمد زویر شود، سرود از سپان سعید شود، سرود مثلا از استوجورا بیگ مرودوف شود، از ظفر نوزیموف شود یا تبریک و تهنیت‌هایی که میپرسن باوری دارم که کارگری شما آنها رو بی نصیب نمیمونن. خدا کند که رادیوی مهاجر روز از روز صفی مخلصانش صفی مشتری های زیاد گردد. تشکر زیاد و با تمام مهاجران عزیز با تمام هموطنان عزیز همین رو گفتنی هستم که با رادیوی مهاجر بمانم. و این روز یکی از دوست داشتنی روی دنیا که من دوستش میدونم سودروز دارم و میخواستم کلمه تبریکاتی رو از دهان شما شنوم و باز یک دیگر با شنوندگان رادیوی مهاجر میرسونیم که کدام شخصانی که شما برنامه‌های تبریکی دارید و با ما در پیوست باشید و از حساب رادیوی مهاجر اولین تحفه گلی تقسیم داده می شود به پول از طرف اکینجون و یک دیگر از طرف رادیوی مهاجر. ما دو جوی موندیم استوستای شما که با پیدا می شوند. اولین دیگیم یک گل دسته گل با همسر خود کردم که اولین بار همسرش رو در با طریق رادیوی ما تبریک میکند و اولین شخصی که مادرش رو تبریک میکند از طرف رادیوی مهاجر حتما فرامون کرده می شود و مادر او رسونده می شود و البته مستودی اکینجون. جز
تو بهتر یا مادر تو خوش رویی تو زیبایی تو خوشبویی سرودی الله آیت را چرا دیگر نبگویی دل و جانم فدایی تو فدایی خنده های تو صدایم کن صدایم کن چرا از من جدایی تو تو زیبی خاندانی من تو نوری دیدگانی من حبیبی من حبیبی من عزیز و مهربانی من تو علیمم تو استادم تو امدادم تو ارشادم تو فرهنگ و زبانی من تو الهامم تو ایجادم تو الهامم تو ایجادم من میخوام یکم شدم مادر خودم رو تبریک کنم. همینطور گفتن سمگی مادر جان عزیز صحت و سلامت باشید، سایبان بر سر ما باشید. گرچند ما پدر رو بوی دادیم، هیچ وقت خود رو بی پدر حس نمیکنیم، چون که مادرم همیشه در سرم هستن، مصلحت‌های خوبی میدهند. خداوند عمرشون دراز باشد. مادر بزرگ ما سایبان بر سر ما باشد. نقدر گفتنی دارم. و برای دوست داشته شما که امروز روز دارد یک بیت از نام اکو جونی میخونم. بهتر. گل در وطن و وطن با گل زیبنده، گل با سخن و سخن با گل زیبنده، هر گل با چمن نام و نشانه دارد، گل با چمن و چمن با گل زیبنده. بگذار زیبنده همدیگر باشه. زود روزشان مبارک باشه. محترم ارکین جان одинаев بگوید که در مهاجرت به حیث مردی کار بودید با مهلتی دراز مدت؟ در مهاجرت بودم، نه که دور از دیها، نه بلکه دور از وطن. هنگامی که ما مکتب رو تمام کردیم، قیس سالهای 95 94 95 سالهای وزنین بود. از دیهات به دیگر جو به کار رفتم، اینم مهاجرت حساب میشه. بله. چون که دور از دادگاه بودم. مسافر. مسافر. بله بله.
چون که یک بزرگواری ملت توجی و من تکلیف کرده بودن که همین رادیو رو مسافر نکنیم از سبب که حجت‌های ما همش تقسیط شده بودن در همه جا دیگه ما نتونستیم و البته مسافر اما یک چیز دیگری خوبش همین است که شما روز یک عقیده دیگر مورد دیدید که ما در اینجا در حرمان بوجیدیم اما بیرون از دیگر مسافر هستیم. مسافر یک سرود اگر اجازت باشد میخونم چون که سرودی نو هست آهنگ نو هست پگباره مخلصان خود میسرویم هم درباره مادر هم درباره عائله هم درباره خواهر هم درباره مهاجری است با قلمی بانو شاکرова است چون ای بنال پیچی مادر اگر نباشد سخت از روزی ماتم خواهر اگر نباشد چون ای بنال پیچی مادر اگر نباشد سخت از روزی ماتم خواهر اگر نباشد هستی نداشت معنا در زندگی عزیزان هستی نداشت معنا در زندگی عزیزان مادر گذشته را دادر اگر نباشد مادر گذشته را دادر اگر نباشد طاقت دیگر نیاری بیمار و تب کی داری شبها اسیری دردی شوهر اگر نباشد شوهر اگر نباشد همچون حباب باشی موجی سراب باشی همچون حباب باشی موجی سراب باشی پیوسته با تو همدم همسر اگر نباشد همسر اگر نباشد می بشنود ملامت آن کودکی بدآموز فیضی تیز هوشی بر سر اگر نباشد مهنت ندیده بین در کنجی غم نشسته یک آدمت در عالم یاور اگر نباشد از غم فسرده گردی چون دل فشرده گردی گل شیوه های خوبی غمبر اگر نباشد غمبر اگر نباشد گل شیوه های خوبی غمبر اگر نباشد غمبر اگر نباشد رد مهاجر غمبری هر یک مهاجر است غمبری هر یک ملت تاجیک است زنده باشید غمی مردمی مهاجر رو دور میکند خب یکی جان خوش آمدید ما در اینجا برنامه خود رو با پایان میرسونیم هزار رحمت سلامت باشید و یک بار دیگر شما اثبات کردید که مهاجر رو دوست می‌دارید مهاجران رو دوست می‌دارید و با مهاجران هستید سلامت باشید و مهاجران هم شما رو دوست می‌دارن و رادیو مهاجران شما رو دوست می‌دارد سلامت باشید خیر مقدم سلامت باشید و تشکر زیاد برای این یک صحبتی پرمضمون یکی بیچاره و تنها یکی لب تشنه در صحرا یکی بی درد بی پروا عجب دنیاست این دنیا یکی چون ماهی در شست یکی بی پول یکی پول مست یکی بی پا یکی بی دست
عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. یکی با لعلی خندان است، یکی با چشم گریان است، یکی با جانی لرزان است. عجب دنیاست این دنیا. یکی یاری وفادار است، یکی بیرحم و قتال است، یکی مشتاق دیدار است. عجب دنیاست این دنیا. یکی از آدمی دور است، بی ثروت مست و مغرور است، و فکرش از خدا زور است. عجب دنیاست این دنیا. یکی در قید زندان است، زی اعمالش پشیمان است، دلش لبریزی ارمان است. عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. یکی از عشق دیوانه، میانی مردم افسانه، یکی به کوی و به خانه. عجب دنیاست این دنیا. یکی به دین و ایمان است، و خدمتگاری شیطان است، پی آزار انسان است. عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. یکی از عشق دیوانه. شنوندگانی رادیوی مهاجر، سپاسگزاریم برای توجهتان به برنامه مهمانی فراخوانده. با برنامه های ما باشد. راوی برنامه جانی سفرزاده و مطلوبه سلیمزاده. رادیوی مهاجر، موسیقی دلت را گوش نما.